76م از سری درس‌های کتاب یابان جدیدیم ترکچه خوش اومدید. توی این قسمت قراره درس سوم رو شروع کنیم، صفحه 81 کتاب. خب همونجور که مشاهده میکنید درس سوم به ما گرامر مالکیت رو داره یاد میده که من خیلی خلاصه بهش اشاره میکنم. خب این طبقه بندی های کالون اینجا رو دوباره اینجا مشاهده میکنید بر اساس آ او، ای، او و او. پسوندهایی که استفاده میشه میگه برای حالت اول ان، امز، انز، لاره هستش. برای کلماتی که آخرشون ا و ای دارن این، ای، ایمیز، انز، لری. برای او هم اون، او، اوموز، اونوز، لاره. برای او هم اون، او، اوموز، اونوز، لری هستش. بریم مثالش رو ببینیم. مثلا من اینجا رو زوم میکنم. اول از همه باید یادمون باشه که دیگه اون بن سن اوی که ما داشتیم تبدیل میشن به بنیم، یعنی مال من، سنین مال تو، اونون مال او، بیزیم مال ما، سیزین مال شما و اونلارن مال آنها. ما میخوایم صنف یا همون کلاس رو صرف کنیم. خب مشاهده میکنید که صنف حرف صدا داره آخرش ا هستش، پس توی این طبقه قرار میگیره و میایم از اونها استفاده میکنیم و مالکیت میدیم. بنیم صنفم کلاس من، سنین صنفم کلاس تو، اونun sınıfı کلاس او، bizim sınıfımız کلاس ما، sizin sınıfınız کلاس شما، onların sınıfları کلاس آنها. همینجور برای ev benim evim خانه من، senin evin خانه تو، onun evi خانه او، bizim evimiz sizin eviniz ve onların evleri. و برای okul okulum، okulun، okulu، okulumuz، okulunuz، okulları. و برای gül هم gülüm، gülün، gülü، gülümüz، gülünüz، gülleri هستش. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر اون کلمه شما آخرش صدا دار باشه به چه شکلی میشه. برای مثال شما سیلگی یا همون پاکن رو نگاه کنید. وقتی میخواید بهش مالکیت بدید، خب بر اساس ای تشخیص میدید که از این گروه باید استفاده کنیم. ولی الان اینجا میبینید که دو تا ای میفته کنار هم. خب وقتی این مشکل پیش میاد ما این ای رو دیگه برمیداریم، یعنی این تبدیل میشه به سیلگیم پاکن من، یا همینجور برای تو میشه سیلگین. ولی برای سوم شخص دقت کنید، خب دو تا ای کنار هم افتاده دیگه، اگر اینو حذف کنیم چیزی نمیمونه، یعنی هیچ نمادی از سوم شخص نمیمونه. به خاطر ما به جای حذف میریم سراغ حرف سه که نقش میانجی بازی میکنه. اینجا میشه سیلگیسی، سیلگیمیز، سیلگینیز و سیلگیلری. و همینجور بقیه موارد هم به همین شکل هستش. فقط باید دقت کنید که یه سری حروف هم که اینا رو قبلا هم کار کردیم تغییر میکنن. برای مثال حرف که بود که وقتی بین دو تا صدا قرار میگرفت تبدیل به یوموشک گ میشد گزلوم. و در واقع حرف پ هم مثل توی کتاب وقتی بین دو تا صدا قرار میگرفت تبدیل به ب میشد، به جای اینکه بگیم کتابم میگیم کتابم. و این نکته هم اینجا پایین نوشته شده که دقت کنیم بعضی وقتا برای حرف که و پ دائمیه، ولی بعضی وقتا حرف چه هم تبدیل به ج میشه تو این حالت، حرف ت هم تبدیل به د میشه. حتما اینا رو مد نظر داشته باشیم. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر میتونید کانال من رو دنبال کنید و برای ارتباط با من هم توی تلگرام در خدمت شما هستم.